چرا آمریکا از جنگنده J-20 چین نگران است؟ می‌دانید مهندسان چینی سالها وقت صرف کردند تا از روی F-22 کپی برداری کنند. بسیاری از آمریکایی‌ها آن را یک کپی ارزان می‌نامیدند و وقتی اولین J-20 ساخته شد واقعاً افتضاح بود. هیچ وقت نمی‌توانست با F-22 رپتور آمریکا رقابت کند. حتی خلبانان آمریکایی هم نگرانی نداشتند، چون نسخه‌های اولیه از موتورهای ضعیف روسی استفاده می‌کرد و کیفیت ساخت چین قابل مقایسه با مهندسی آمریکا نبود. اما چین هرگز تسلیم نشد. کاری کرد که هیچ کس انتظارش را نداشت. همه چیز را ارتقا داد. موتورهای جدید، راداری با 3 برابر برد کشف. این ارتقاها باعث شد که سازمانهای اطلاعاتی آمریکا نگران شوند، چون فهمیدند J-20 در برخی زمینه‌ها از F-22 پیشی گرفته است. F-22 می‌تواند 679 مایل پرواز کند، اما J-20 بدون سوختگیری 867 مایل را طی می‌کند. این یعنی خلبانان چینی قادرند عمیقاً وارد قلمرو دشمن شوند.